قوم را امروز به شما به معرفی میگیریم که از لحاظ هیکل، قدرت و توانایی بشر در خود کمتر دیده است. قومی که در درون و دل کوهها به ساختن قصرهای مجلل می پرداختند. شما گمان نکنید که بشر در قرن حاضر از لحاظ ساختمان و مهندسی و تکنولوژی و آن چیزی را که از علم ادعا میکنه نسبت به گذشته پیشرفت و ترقی کرده است. نه، امروز قومی را به معرفی میگیریم که بدون سمنت، بدون خشت، بدون سیخ ساختمان‌های برمی افراشتن و ساختمان‌هایی می ساختن که حتی با گذشت 2000 سال امروز پابرجا است. آنها با وجودی که از لحاظ قدرت و نیروی بدنی و تراشیدن ساختمان‌ها در دل کوه چیره دست و قدرتمند بودند، باز هم بت‌هایی را پرستش می‌کردند و در برابر آن به سجده می‌رفتند. پیامبری از جمعشان به پا خواست و گفت: من فرستاده پروردگار جهانیان هستم. پیامبر به ایشان هشدار داد که به این ناقه یا اشتر نزدیک نشوید. اگر به آن آزار و اذیتی برسانین، الله متعال شما را شدید عذاب خواهد کرد. شمشیرها را از غلاف کشیدند، گفتند امروز صالح در بین ما امان نخواهد داشت. امروز سرش از تنش جدا می‌کند. بله دوستان عزیز، امروز در ارتباط با قوم صالح علیه السلام یا قوم ثمود صحبت میکنیم. این قوم در کدام جغرافیا زندگی میکردند؟ پیامبرشان چی کسی بود؟ چه معجزات خواستند؟ چه فعل با پیامبر خود انجام دادند و سبب هلاکتشان چی بوده است؟ آیا منازلشان در قرن 21 یا قرن حاضر هنوزم پابرجا است؟ زیرا قرآن ما را دعوت میکنه که از این سرزمین های هلاک شده شما دیدن کنین و عبرت بگیرید. در این حلقه با همدیگر این موضوع را بررسی میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، امروز در ارتباط به قوم ثمود صحبت میکنیم یا قوم صالح علیه السلام. این قوم که از جمله عرب‌های بایده بودند و عرب‌های بایده به عرب‌های گفته میشه که به هلاکت رسیدن، نسلشان کاملا از روی زمین منقرض شده است که پیرامون این صحبت میکنیم که دلیل انقراضشان چی بوده است. عرب‌های بایده که قوم ثمود از جمع آنها است، سلسله نسب اینا باز میگرده به ارم ابن سام ابن نوح علیه السلام، یعنی از فرزندان نوح علیه السلام است. چرا این قوم به نام قوم ثمود یاد میکنه؟ زیرا جد اکبرشان ثمود یکی از آبا و اجداد اینا است که این قوم منسوب شده به ایشان. داستان اینا از جای شروع میشه که پروردگار به قوم ثمود باغستانها، قدرت، نیرو و هیکل‌های بسیار تنومند به عنوان نعمت عطا کرده بود. این قوم آنچنان قدرت و نیروی داشتند که در درون کوهها و در دل کوهها ساختمانها و قصرهای مجلل ساخته بودند. از اطراف اکناف این منطقه میوه ها و همچنان ثمرات زیاد زیر و رو می شد. اینا شروع کردند به تعدی و عصیان، شراب می نوشیدند، قمار می زدند و افعال شنیع دیگری که قبیح و ناروا بود. رفته رفته اینا پرداختند به پرستش سنگ های سرد و بیجان. سنگ هایی را تراشیدند، چون اینا در تراشیدن سنگ ها و ساختن خانه ها در دل این کوه ها مهارت داشتن. مجسمه های خیلی زیبا و ظریف ساختن و بر اسم گذاشتن ود، شمس، خدای باران، خدای آفتاب، خدای مهتاب و اسامی مختلف دیگه که پرستش میکردن. این خدایان قسمی در درون این کوه ها تراشیده بودند که بشر امروز از ساختن این مجسمه ها ناتوان است. الله متعال در ارتباط به
توانایی و نیرو و همچنان قدرت این قوم مهربانی میکنن که التي لم یخلق مثلها فی البلاد و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. الله متعال قوم عاد و ثمود چنان قدرت و نیروی داده بود که مثل مانندش بعد از آنها کسی دارا نبود. مثل ثمود و مثل عاد قوم دیگه با این توانایی نیامد الله متعال و ما خلق نکرده. و ثمود همان کسایی که در درون کوها در واقع ساختمان‌های می ساختن و سنگ‌ها را می بریدن. وقتی که اینا به شرک و بت پرستی آغشته شدن الله متعال به اینا ترحم کرد. پیامبر از جمعشان به پا خواست، گفت من از سوی پروردگار جهانیان مبعوث شدم تا شما را از دلالت به سوی هدایت دعوت کنم. حضرت صالح علیه السلام، صالح ابن عبید که سلسله نسبش به حضرت نوح علیه السلام باز میگرده. حضرت صالح قبل از اینکه به عنوان پیامبر مبعوث شود یک مرد شریف، یک مرد که دارای علم و حکمت و درایت بود و نظیرش در قومش نبود. در صداقت و امانت داری همش حتی خود اینا اقرار میکردن که ای صالح، الله متعال در سوره مبارکه هود میفرماید قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ای صالح، تو کسی بودی که قبل از اینکه به عنوان پیامبر مبعوث شوی مایه امیدواری ما بودی. حالا ما را از خدایان ما باز می‌داری؟ آیا می‌خواهی که این بت‌ها را پرستش نکنیم؟ یعنی بدین معنا که قوم صالح و صالح علیه السلام به دید حرمت می‌نگرستند قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود. اما صالح علیه السلام از این قوم چی می‌خواست؟ الله متعال در سوره مبارکه هود مهربانی می‌کنه. یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. ای قوم ما، الله متعال پرستش کنین که غیر از الله متعال هیچ معبود نیست در روی زمین. الله متعال کسی است که شما را در روی زمین سکنا نمود و به شما توانایی داد، زمین در اختیارتان قرار داد و قدرت داد تا آن را آباد کنین. پس به سوی او باز بگردین، از اعمال شنی و زشت توبه کنین. بدون شک پروردگار ما قریب است، به شما نزدیک است و مجیب است، دعایتان میپذیرد، توبهتان میپذیرد. و همچنان حضرت صالح علیه السلام نعمت‌های دیگر را به خاطر اینا میاره. در سوره مبارکه اعراف آیه 74 میخوانیم که پروردگار جهانیان میفرماید وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد و بوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا فذکروا آلاء الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. و به یاد آرید که الله متعال شما را بعد از قوم عاد در روی زمین جانشین قرار داد و در همواری‌هاش به خود قصرهای می ساختید، در دل کوه‌ها به خود خانه‌ها و قصرهای می تراشیدید. نعمت‌های الله متعال فراموش نکنید، در روی زمین به فساد بپا نشوید. حضرت صالح علیه السلام به این قوم این نصیحت‌ها را می‌کرد. این قوم بزرگانشان به گرد حضرت صالح علیه السلام جمع شدند و گفتند که ای صالح، اول فکر می‌کنیم که تو جادوگر هستی و این سخن‌ها چیست که بر ما میگویی؟ اگر واقعا پیامبری پیش از این ما تو را به دید حرمت مینگرستیم، نسبت به تو امید داشتیم، اینک رای گمراهی و دلالت در پیش گرفتی، ما را میخواهی که به سو و سمت بکشانی که آبا و اجداد ما دعوت نکرده بود. از ما چی میخواهی؟ خدای تو را پرستش کنیم و تو به عنوان پیامبر در بین ما مبعوث شدی؟ پس اگر چنین است، معجزه، چیزی به عنوان معجزه به ما بیاور تا رسالت تو را بپذیریم و از تو اطاعت کنیم. الله متعال در قرآن سوره مبارکه شعراء چی زیبا میفرماید قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیه ان کنت من الصادقین. ای صالح، گمان میکنیم که تو جادوگر هستی و اگر واقعا پیامبر خدا هستی بر ما معجزه‌ای بیاور، یک نشانه‌ای بیاور. حضرت صالح علیه السلام فرمود به این قوم که معجزه و نشانه چی باشد؟ چی میخواین؟ گفتن یک ماده اشتر ناقه از درون این کو بیرون شود
صفات و ویژگی های داشته باشه. صفتش این باشه باردار باشه، در جلو چشمان ما چوچه بده و همچنین شیرده باشه، تمام این قریه را شیر بده و شیرش خشک نشه. بعد به خدای تو بر رسالتت ایمان میاریم. الله تعالی در سوره مبارکه شعراء میفرماید قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب یوم معلوم. الله متعال این معجزه را که از حضرت صالح خواستن مورد استجابت قرار داد و گفت این اشتری که شما خواستید، زمین لرزید، کو لرزید و از روزنه این کو یا از سوراخ از این کو ماده اشتر بیرون شد. دفعتاً چوچه زایید و بعد تمام اهل قریه را شیر میداد. اما چای آب که در این قریه در واقع موجود بود یا در این محل، صالح علیه السلام گفت آب این قسمت میشه، تقسیم میشه. یک روز شما اهالی این منطقه از این چا آب ببرین و یک روز هم بگذارین که ماده اشتر آب بنوشه. در روزی که این ماده اشتر آب می نوشه، در بدلش به شما شیر میده. الله تعالی در سوره مبارکه شعراء که تلاوت شد میگه این اشتر است به عنوان معجزه به شما، پس یک روز این آب میخوره و یک روز اهل قریه آب میبره. ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم. پس ببدی به این ماده اشتر نزدیک نشین، او را آزار ندین، اذیتش نکنین، او سواری نبرین، او را داغ نکنین که عذاب دردناک شما را میگیره. این قوم لجوج شروع کردن با آزار و اذیت این ماده اشتر، او را داغ میکردن، آزارش میدادن، بهش سواری میبردن. حضرت صالح علیه السلام فرمود در سوره مبارکه نمل میخوانیم قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ای قوم، شما را چی شده است که به بدی ها قبل از نیکی عجله دارین؟ چرا این ماده اشتر آزار اذیت میکنین؟ چرا توبه نمیکنین، به سوی پروردگارتان باز نمیگردین؟ باشد که بر شما رحم کنه. بعد این قوم لجاجتشان روز به روز زیاد شد. آهسته آهسته ضعفا و طبقه ناتوان قوم ثمود بر رسالت حضرت صالح علیه السلام ایمان آوردن. بعد بزرگان این قوم چون دیدن که این ضعفا و صالح ایمان آوردن، اینا را شکنجه میکردن و میگفتن که آیا شما به صالح ایمان دارین؟ صالح بشر از به مثل شما. بزرگ از جمع اینا گفت اگر ما صالح را همچنان بگذاریم که دعوت کنه و مردم تبلیغ کنه، شاید جمع از ما نیست به او بپیونده. امروز ضعفا و ناتوانا در مجلسش است، فردا ممکن که اشراف قوم به صالح یک جا شود. بنابراین شطور صالح را پی کنین و به تعقیبش خود صالح را بکشین. و جماعت از این ضعفا را جمع کرد و گفت قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنما بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. بزرگان این قوم به اینا گفت آیا شما واقعا بر رسالت صالح و به پیامبریش باور دارین؟ گفتن بله، آن چیزی را که صالح با خودش آورده ما به او ایمان داریم. این کسانی که بزرگان این قوم بود و متکبر بودن، استکبرو، الله متعال تکبر ورزیدن، گفتن آن چیزی که صالح بدان شما را دعوت کرده و شما به او ایمان آوردین ما کافریم. از روی استهزا و تمسخر این را گفتن. بعد شقی ترین اینا به پا خواست. اگر چند ارتباط به این موضوع روایات هست، با او در همه دیناری دادن و یا زن آمد، زن رکو سالیان متمادی این فرد دوست داشت و در روایت اسمش قدار ابن صالف نام بردن. زن گفت که تو مرا سالیان متمادی دوست داشتی، اگر شطور صالح را پی کردی من خودت تسلیم تو میکنم. و همچنان گفتن که مبلغ بر از او به عنوان اجوره پیشکش کردن. شقی ترین این جماعت به پا خواست، شمشیر به دست گرفت و در تاریکی شب به پای شتر برآ افتاد. پالید شتر، همه جا را جستجو کرد تا بامداد یا تا دم صبح شتر را پیدا نکرد، تا این که شتر صالح را در کنار مزرعه یافت.
با یک ضربت شتر از پا در آورد و اون چوچه شتر زمانی که این حالت دید که مادرش از پا افتاده و در خون غلط میزنه، دوان دوان به سمت کو رفت و داخل از همان دروازه کو گویا که بیرون شده بود و به همانجا دوباره داخل شد. خبر به صالح علیه السلام رسید. صالح علیه السلام گفت ای قوم، شما بسیار سرکش هستین، بسیار لجوج هستین، الله بدون شک شما را هلاک خواهد کرد. کسی از جمعشان به پا خواست، گفت ای صالح، عذاب را که وعده می کردی چی شد؟ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم. ناقه را پی کردن و از امر پروردگارشان سر باز زدن و گفتن ای صالح، ائتنا بما تعیدنا ان کنت من المرسلین. آن چیزی را که وعدت میدادی از عذاب بر ما بیار اگر واقعا پیامبر خدا هستی. حضرت صالح علیه السلام چون سرکش این قوم دید ازشان کناره گرفت، ولی این قوم لجوج به این نیز اکتفا نکردن، اجتماع کردن، گفتن صالح را در بین خود نگذارید، صالح را از اینجا یا بیرون کنین یا ای که به قتل برسانین. بازم بدترینشان به پا خواست، گفتن که ما جمع میشیم، صالح را به قتل میرسانیم و بعد با کسایی که به عنوان خونبها به دنبال ما برا افتادن یا کسایی که میخواستن قصاص بگیرن، ما میگیم که در کشتن صالح ما دست نداشتیم و ما خبرم نداریم. اما شب به خاطر کشتن صالح از منزل بیرون شدن. دیدن حضرت صالح علیه السلام 3 روز به اینا مهلت داده بود و اینا در روز اول اقدام به کشتن صالح علیه السلام کردن. صالح علیه السلام با جمع از کسایی که به او ایمان آورده بودند از این محله بیرون شدند. علما میگوید که روز اول چهره های اینا زرد شد، بعد روز دوم چهره های اینا سرخ شد و روز سوم متمایل به سیاه گشت. الله متعال در قرآن میفرماید که فاخذتهم الرجفه فاصبحوا فی دارهم جاثمین. رجفه، صاعقه یا زمین لرزه شدید یا همش این قوم در خود گرفت و صبحگاهان میدیدی که جسمهای به جانشان، جسدهای به جانشان در خانه ها و منزل هایشان افتاده است. مفسرین میگویند که در ابتدا گردباد اینا را در خود گرفت که ستونهای خانه هایشان زیر رو میکرد. چون اینا از منازل بیرون شدن، بعد الله متعال صاعقه را فرستاد که تعداد زیاد به اثر این صاعقه جانهای خود از دست دادن و بعد به تعقیبش زمین لرزه که خانه های اینا را زیر رو کرد. جز چند قصر که امروز شما در تصاویر میبینین و علما در ارتباط با او تعلیقات داره که ما بعداً بحث خواهد کردیم، دیگه همه سرزمین اینا انبار شد. ابن خلدون در تاریخ ابن خلدون نوشته کرده است که قوم ثمود در منطقه الحجر که امروز بعد آنجا این جغرافیا مسما زندگی میکردن، جای از بین تبوک و مدینه. حدیث است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم چون به غزوه تبوک می رفتن، در مسیر را به می منطقه رسیدن. کسانی بود که از چای آب این قوم استفاده کرده بودند، خمیر کرده بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور دادن که کسی اگر از این چای آب گرفته است، مشکای خدا را تخلیه کنن، آب دوباره پس بریزین و اگر کسی با آرد خمیر کرده است، اون خمیرها را بدین به شترانتان و کسی در این سرزمین و این جغرافیا داخل نشه مگر این که گریان باشه، زیرا می ترسم که الله متعال شما را به عذاب قوم ثمود، یعنی اون مصیبتی که با قوم ثمود رسیده به شما نیز برسه، اون عذاب شما را نیز بگیره و از اینجا به عجله بیرون شوین. قصرهای این طایفه در بین تبوک و مدینه واقع است و بعضن گفتن بین شام یا بین مدینه منوره. و طایفه از مؤمنانی که با صالح علیه السلام بیرون میشن، میگوین ابتدا میاین به مکه، مدت اینجا میباشن و بعد از او میرن به شام و در اون بلاد در فلسطین سکنا میشن. علی کل حال این داستان قوم ثمود بود که به اثر طغیان و سرکشی خانه هایشان و قصرهایشان زیر رو شد و بعضی از ساختمان های اینا هنوز پا بر جا است. اگرچه جمع از مورخین بدین نظر هستند که قصرهایی که امروز در مسیر راه مدینه و تبوک قرار داره
بیشتر به ساختمان های دلالت میکنه که اینجا قبل از ثمود افراد اشخاص دیگه زندگی میکرد و با اونها ارتباطی نداره و بعضا میگن اینجا جایی بوده که اشراف از مناطق مختلف دیگه میاردن مرده های خدا را دفن میکردن، یعنی ساختمان هایی که در درون اون در واقع جسدهای اشراف زادگان دفن میشد. بعضی مورخین در ارتباط با این موضوع نوشتن که این منطقه اگرچند در ابتدا با واسطه قوم ثمود ساخته نشده، ولی قوم ثمود در شگوفای این منطقه و همچنان باغستان ها و تاکستان ها نقش برازنده داشتن، یعنی این منطقه را انکشاف دادن و در ابتدا اینجا خیلی سرسبز بود. اما در که از حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز منقول است که جزیره عرب به نزدیکی قیامت دوباره سبز میشه و با تراوت میشه، یعنی با یکی از معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز دلالت میکنه. امروز این منطقه یک منطقه صحرایی و منطقه خشک است، ولی مورخین و زمین شناسان میگن که روز اینجا سرسبز بوده است، آباد بوده است و جماعت های مختلف در آن زندگی میکرد و نزدیکی قیامت دوباره این منطقه سرسبزی خود باز خواهد یافت. دوستان عزیز، برنامه بعد در ارتباط با کدام پیامبر باشه حتما در کامنت بنویسین و فراموش نکنین که چینل را سابسکرایب کنین و دوستانتان نیز دعوت کنین. و السلام علیکم.